سلام بچه‌ها، امروز با یه اپیزود خیلی باحال باهاتونیم. شاید فکر کنید یه پادکست مثل پادکست قبلی هست، ولی نه، یه مهمون آوردیم نامبر 1. سلام بچه‌ها، ما خیلی استرس داریم چون اولین باره که تو برنامه مهمون داریم، ولی خب یه مهمون خوب داریم، یعنی مهمونا رو قوی شروع کردیم. نه، مهمون امروزمون روژان عزیزمه که میکاپ آرتیست خیلی از سلبریتی هاست و در کنار اون کلی هنرجو داره، در کنار اون اینفلوئنسر بزرگه و یک عالمه چیزهای دیگه که حالا در طول ویدیو خودتون متوجه میشین. و روژان جان خیلی خوش اومدی. ممنونم، مرسی از دعوتتون. امروز خیلی هیجان دارم که اینجا هستم. فکر میکنم اولین باری که بچه‌ها دیدم 5 سال پیش بوده اگه اشتباه نکنم. 5 سال گذشت. به نظرم 5 سال دقیقاً دبی هم همو دیدیم. آره 5 سال گذشت. خیلی بزرگ شدی. راستی من رو شنیدم بچه انقدر دختر بچه انقدی بود. تو چرا بس هیچ تغییری نکردی؟ 5 سال پیش چند وقت پیشا ژل و بوتاکس و اینا حقیقتا یه فیس لیفت کاملی کردم. شاید بیبی فیسی اینجوری موندی، خوب موندی. ممنونم، خوشحال شدم اینجوری باشه واقعا. آره بیبی فیس واقعا. آره ما PR سالم توی شیراز هم دیگر دیدیم. آره. واقعا فکرشو میگه 2 سال بعد جفتمون توی دبی زندگی کنیم و بشینیم یه پادکستی با هم دیگه بگیریم راجبه. نه اصلا. ولی خب خوشحالم که همه کسایی که واقعا دوستشون دارم میشناسمشون همینجان، یعنی همه نزدیکن بهم. این خیلی حس خوبیه. آره خیلی حس خوبیه واقعا. خب روژان، خودتو اول به نظرم برای کسایی که حالا شاید ندیده باشن، نشناسن، تا الان نشناختن، درست دارم میگم؟ ندیدنت. آره برای اونا یه معرفی کن. بعد یه سوالای نوید آماده کرده. ما حقیقتش به روژان گفتیم که میخوایم مهمون پادکست ما باشی، میخوایم یه سری سوالای مثلا متداول ازت بپرسیم، سوالای روتین، ولی همه رو بهش دروغ گفتیم. خب یعنی گفتیم که اگه مثلا ما بخوایم بگیم میخوایم سورپرایزت کنیم مثلا شاید نیاد. اومدیم امروز اینجا با گیسو دوتایی خبیثانه میخوایم بهش حمله کنیم و اتک بزنیم. امیدواریم که پس این اتک برمیاد. من اوکیم، من عاشق اینجور کارا واقعا. خیلی پایم. آره خیلی آره در نری وسط پا نشی بزنی زیر پایه دوربین و اینا. نه عصبی نمیشم، ولی خب یه ممکنه خندای هیستریک بود. از کجا باید بفهمیم کدومش اونجوری هیستری. خب خودتو یه معرفی. سلام. بعد 1 ساعت سلام. مجددا سلام، من روژان هستم، روژان خضری، میکاپ آرتیستم، تدریس میکاپ انجام میدم، در کنارش یه سری کارهای اینفلوئنسری و بلاگری هم انجام میدم. خیلی خوشحالم که امروز اینجام. دیگه سن و اینا رو بگم 100% اصلا سن مهمترین چیزیه که باید من متولد 76 ام، هنوز 27 سال خورده ایمه. خوش به حالت، هنوز اون نقطه چیزو ندیده. روژان ببخشید، نقطه سی رو ندیده. حقیقتا هم یه کوچولو بابتش خوشحالم، هم یه کوچولو استرس دارم. من 5 سال یه بار برای خودم یه سری هدف‌ها رو می‌نویسم، تقریبا مثلا همون دقیقاً 5 تا که مثلا اندازه 5 سال باشه. وقتی 25 سالم بود احساس میکنم یه سنگ خیلی بزرگی انداختم واسه 30 سالگی. حالا نمیدونم بهش برسم یا نه. حالا 3 سال وقت داری. کلاس باید بخوام حالا دیگه. میخری 3 سال. 3 سال برای جی کلاس. حالا شروع می‌کردی یه پراید کلاس مثلا شروع می‌کردی اینجا استارت می‌زدی. گواهینامه هم ندارم تازه. آفرین، امید به زندگیته که به نظر من میتونی مثلا چی میگن یه امیدی باشه برای جوانای همسن سال خودت. آفرین. حالا من بهت بگم که اینجا گواهینامه گرفتن واقعا سخت‌تر از جی کلاس گرفتنه. واقعا تو دوره خیلی سخت. یعنی من که گریم در اومد، واقعا گریم در اومد برای گواهینامه گرفتن.
تازه بعد از این همه سال رانندگی. من که اصلا نرفتم من وقتی دیدم گریه نوید در اومد دیگه نرفتم دنبالش اینجا. فعلا گفتم که اوکی حالا باشیم، حالا با نوید میرم این ور اون ور. روشن جان آماده من سوال اولو شروع کنم؟ حالا چیزی هم نیستش، انقدر به بچه استرس میدیم فکر میکنه قراره چی بپرسیم. نه اصلا چیزی هستش، الکی میگه خیلی چیزا، چون گیسو هم نمیدونه من از تو چی میخوام بپرسم. آره یعنی خود گیسو هم الان سورپرایز میشه این واسه. برای منم سورپرایز داری؟ نه برای تو نه، ولی سورپرایز میشه که چرا من دارم این سوالا رو میپرسم. نه اوکی ام لیتس گو. خب روشن جان، من خودم یه چیزی که از ته دل دوست داشتم کلا اولین سوال پادکست باشه ازت بپرسم، چون خیلی چیز بزرگیه. مثلا من خودم وقتی تصور میکنم خودم رو توی اون وضعیت میبینم که خیلی حتما باید حس عجیبی داشته باشه. به خاطر همین دوست دارم از یکی که واقعا توی این وضعیت بوده بپرسم چه حسی داشتی وقتی بار اول حالا بهت زنگ زدن ازت خواستن که بیای میکاپ آرتیست سلبریتی های بزرگ رو انجام بدی؟ ساعت 2 شب بود، به هم پی ام دادن توی واتساپ. 300 بار خوندمش، واتساپ رو بستم دوباره باز کردم، هی گوشی رو لاک میکردم، آب خوردم، انقدر اون لحظه تو اونجا میلرزیدم که مامان یهو اینجوری کردم چه نمیخوابی؟ بعد گفتم که من یه پی ام گرفتم نمیفهممش. همون موقع با عکس و اسم آدما برام فرستادن و سکته کردم. یعنی اوکی بگی کیا بودن بار اول؟ آره بار اول حالا توی سینما همون گریم تئاتر 300 بود که تو دبی بود، بهرام رادان بود، بهرام افشاری بود، نوید و محمدزاده گوهر خیراندیش بود و 2 نفر دیگه. با قولا هم شروع کردن. یعنی هر چی بزرگ بوده تو سینما را آوردن گفتن روشن جان بفرمایید شما گیریمشون کنید. من اصلا واقعا سکته کردم. من همون لحظه که حالا یه کوچولو آروم شدم، شاید بهت بگم مثلا تا ساعت 3:30 هی داشتم اون پی ام رو چک می‌کردم و جواب نمیدادم. خب چون نمیدونستم اصلا الان باید چه ریاکشنی داشته باشم. 1000 تا فکر از تو ذهنم رد شد، ولی اولیش اینجوری بود که من وسایل کم دارم. همون موقع نشستم واسه پیدا کردن لوازم. یعنی اینجوری هی خودم رو آماده کردم یواش یواش. جواب پی ام رو چی دادی؟ چه جوری جواب دادی؟ جواب اینجوری کردم یعنی وایس دادم میگم برای من فرستادی. اشتباه نفرستادی. اصلا بهم گفتن که آره ببین خیلی مهمه، نمیدونم یه سری حالا از بازیگرا هستن که خیلی حساس دارن، حتما تاکید کردن فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز اینجوری باشه، فاکتورها اینا هستش. اصلا هی بهم میگفتن و خب معمولا هر چیزی که سلبریتی ها بزرگتر باشن، نمیدونم چجوری اینو بگم، ولی یه کوچولو سختگیرتر هستن. واسه همین این واسه من خیلی استرس‌زا بود واقعا. مثلا اینکه کسایی مثل اینا واقعا فکر کنم هفته 10 بار شاید از طرف میکاپ آرتیست‌های مختلف واقعا میکاپ میشن. این که خودم رو بتونم اونجوری که اونا دوست دارن پرزنت کنم خیلی واسم قضیه سنگینه بود. یک بار نشد توی اون لحظه هایی که با خود درگیر بودی مثلا حس کنی که نه من نمیتونم؟ میدونم میدونستی که میتونی ولی دیدی بعضی وقتا یه چیزی انقدر بزرگه که میگی وای ولش کن اصلا نمیخوام، این هم حجم از استرس شد اینطوری برات؟ اصلا همچین حسی نداشتم واقعیتش، ولی میدونستم که تنهایی نمیتونم از پسش بر بیام و حتما نیاز به کمک دارم. به مرضیه گفتم و ارسلانی که از دوستان بود، یکی از دوستای دیگه‌مون متین رو بردیم که فقط عکس و فیلم و تولید محتوا بکنه اونجا ازمون. یعنی اینجوری یه تیم حالا تشکیل دادیم و دیگه با هم دیگه رفتیم. خیلی خوبه آدم با کسایی باشه که حالا آره مطمئن ازشون. یه قوت قلبی هم میگیری دیگه این وسط. دقیقاً همین. حالا کار با سلبریتی‌ها اعصاب خورد کنه یا جذابه؟ ببین که ما اینجا دستگاه دروغ سنج نداریم خب، ولی بچه‌ها انقدر باهوشن خب، تو اگه تو تیرامیسو تاک باشی خب که میدونم دیدی خب میدونی که بچه‌ها ما خیلی باهوشن، پس دروغ سعی کن نگی. 2 دسته داریم سلبریتی هایی داریم که در اون لحظه دلت میخواد تمام وسایل میکاپتو بزنی رو سر خودت و ول کنی و بری.
سلبریتی‌هایی داریم که انقدر آرومن و انقدر خوش برخوردن که تمام استرست میره. برای مثال آقای بهرام رادان اولین کسی بود که اومدن تو اتاق برای میکاپ. من اون موقع داشتم سکته میکردم، واقعا دستام اینجوری بندری میرفت، اصلا تمام هیکلم داشت بندری میرفت. وقتی که اومد داخل انقدر یعنی آروم بود، خیلی آروم بود. دیدی بعضی از آدم ها هستن که مثلا نگاهشون میکنی اون حس آرامش رو ازش میگیری. اومدن داخل گفتن سلام من بهرام رادان هستم. گفتم سلام من امروز میکاپ آرتیست. چقدر خوشم معرفی کرده. سلام من بهرام رادان هستم. بعد متوجه شد احساس میکنم که مثلا استرس دارم. آخه معمولا پشت صحنه های تئاتر و کلا شوهای اینجوری خیلی همه تو هم دیگه قاطی هستن. همه هم استرس دارن چون آدمای خیلی زیادی هستن و هماهنگیش واقعا خیلی سخت. ولی خودش انقدر آروم بود. همون موقع هم بهم گفتش که به بچه‌ها بگم چیزی براتون بیارم. گفتم که نیست. یعنی اینجوری هم داریم واقعا. ولی آره یه سری هم هستن که دلم میخواد خودم چنگ. بهرام رادان آدم همینجوری هم که میبینتش تو فیلم سریال. من حالا خودم من نزدیک ندیدمش متاسفانه، ولی تو فیلم و سریال که میبینیش همینجوری انگار یه انرژی خیلی موسیقی وایب خیلی خوبی داره. آره خیلی دوستش دارم خیلی. کلمه واقعی متین بود. دقیقاً متین بود. آفرین. خیلی خیلی. میتونی نقطه مقابلش هم کسی رو نام ببری یا نمیتونی؟ نام نمیتونم ببرم. انسان عجیبیه ولی نمیتونم نام ببرم متاسفانه. من حد زدم ولی چون بین مردم خیلی محبوبه. آها بچه خودتون بگیرید، ما که فهمیدیم شما هم امیدوارم که فهمیده باشید. خب برو سوال بعدی. سوال بعدی سلبریتی بود. این یه جورایی سوال توی قالب دیگه. سلبریتی بوده که باهاش کار کنی بعداً به خودت بگی ای کاش هیچ وقت قبول نمی‌کردم که باهاش کار کنم؟ آره یه خواننده، یه خانم خواننده، اسمشو نمیبرم. ایرانی بودن؟ آره ایرانی بودن ولی خب خارج از کشور زندگی میکنه. خیلی آدم عجیبی بود، خیلی برام آدم عجیب بود و اصلا نمیتونم خودم رو دوباره توی اون موقعیت قرار بدم. خیلی معروفن؟ یعنی میتونی اسمش آهنگاشو بخونی؟ یکی از آهنگاش میتونی توی رپ هستن، تو کارهای رپ هستن. یکم رپ کنی برام؟ اسمشو نگه، فقط یکم رپ کنی برام. رپ کنم چیزای بد میخونم. من نمیتونم حدس بزنم. منم نمیتونم چون رپرای خانومو زیاد نمیشناسم. اگه رپر آقا بود الان میتونستم حدس بزنم، احتمال 60-70%، ولی چون رپر خانومه نمیتونم حدس بزنم. واقعیتش اینه من اصلا نمیدونستم رپره کلا. زمانی که بوکم کردن برای اصلا بهم گفتن که میخوام یه سری عکس و فیلم و اینا بگیرم، یعنی اینجوری اصلا شروع شد. چون دیگه می‌بینیم مثلا میکاپ پروژه های فیلم برداری و اینا کلا متفاوته. اصلا یکی از قضیه‌ای که خیلی اونجا به من سخت گذشت همین قضیه بود. و آره نه که واقعا دیگه بر نمیگم. من حتی یه دونه عکس هم ازشون نداشتم، حتی اعلامم نکردم، حتی به خونشون تشنم. تقریبا. کاش میگفتی. اشکالی نداره. حالا ببین حالا که اینو گفتی یه خاطره یا یه درخواست عجیب، خب یعنی عجیب ترین درخواستی یه سلبریتی ازت داشته رو دوست دارم بهم بگی. باز اسم نمیذارم بچه. نه حالا اسم ما سعی میکنیم حدس بزنیم. اینجا بچه یه مسابقه چالشی هم هستش، میتونی حدس بزنی روژان داری کیو میگه، ولی اشکال نداره اسم نگو. یعنی یه چالش برای توئه که این سوالا یه چالش هم برای ماست که حدس بزنیم کیو داری میگی تو. یه خانومی بودن خیلی اذیت بودن حالا به خاطر لباسایی که تنشون بود و اینا، و بعد یه کلیپی رو پر میکردن. یه کسی زمانی که داشتم باهاشون میرفتم سر پروژه، خودشون هم برای من تاکسی گرفته بودن، به هم گفتن که من لوکیشن فلان جا رو بزنم، میتونید یه بسته‌ای مایه شادی
برای آرامش روحم قبل از ویدیو برام بگیرید بیارید. مایه شادی. همون که عوارضم نداره. میگن عوارض نه. من دیدم که داره ولی خب به هر حال. وای چقدر سخت. آره خیلی. چرا به تو گفته حالا؟ نمیدونم. فکر کنم کسی نبود مثلا اون لحظه بره سمتش. احساس صمیمیت کرده احتمالاً. نمیدونم. من بهش گفتم ببخشید من اصلا نمیتونم همچین کاری کنم. گفت خب باش. فکر کنم واسه همین بعد که رفتی سر پروژه شروع کرده اذیتت کرده. ببین اصلا کلا پروژه از اول اذیت بود تا آخرش. اصلا دیگه نمیدونم من کجاست بگم. الهی بچه با یه سوزی راجبش صحبت میکنم. پارک مارک دم دستت نبود یه سر بری پارک مثلا کار بنده خدا رو راه بندازی؟ متاسفانه خیر. خیر متاسفانه. چه انتظاری بوده داشته. خب نوبت منه. سوال من تا حالا شده سر یه پروژه بزرگ، مثلا حالا پروژه با سلبریتی یا هر پروژه‌ای که به نظر خودت خیلی بزرگ بوده، یه سوتی خیلی بدی بدی که اصلا ندونی دیگه چجوری جمعش کنی از کجا بوده؟ آره. سر موزیک ویدیو یه آقایی بودن که داشتم میکاپشون میکردم و چند روز قبلش من مدل داشتم که باید با یه دونه براش اکلیل میذاشتم روی صورتشون. خب معمولا میکاپ های آقایون واسه مثلا کلیپ ها اینا خب خیلی باید طبیعی باشه، نه خیلی فاکتورهای زیادی داریم که اصلا نباید مشخص باشه، چیزای اینجوری. من تمام براشامو شسته بودم، منتها اکلیل میچسبه به موی براش. و اینم بهتون بگم که دور تا دورش هیچی نبوده، مثل که توش بوده. من کل میکاپ ایشون رو انجام دادم و زمانی که براش رو زدم به صورتش ببین قشنگ اینجا اکلیل چسبید. هر کاری میکردم اینا پاک نشد. اول یه کوچولو اینجوری کردم ریخت رو لباسی که باید میپوشید سر اجرا. خودش هم داشت میدید این اتفاقا که میافتاد. آره خودش داشت میدید، فقط اینجوری بود هی میخندید. خب میخندید در گفتش میگم اینجا برقی شد. آی بیچاره خیلی خوش‌بخورد بود واقعا. حالا من اون موقع چسب اینا رو میکردم انقدر که دیگه چسب دادم یه کوچولو بنده خدا پوستش چیز شد، یعنی حساس شد. آره پوست صورتش یه کوچولو حساس شد ولی اونا رو کندم. گند و هی داشته تکرار می‌کرد. هی داشت هم می‌زد. آره خیلی بد بود. خیلی اولین باری هم بود که با یه آقایی مثلا کار میکردم که واسه مثلا پروژه اینجوری مهم و موزیک ویدیو اینا همونم گند. خسته نباشی. خب آخرش تونستی حالا درست؟ آره آخرش تونستم ولی خیلی طول کشید، یعنی 3 ساعت هم به لباسه خیلی بد. یه کبریت میگرفتی زیرش تمام می‌کردی کارو. به نظرم بهترین راهش همین بود. یا روزشو موکول می‌کرد مثلا گفتی اصلا امروز مناسب شما نیستش، تشریف بر مثلا فردا بیایید اینجا. تیم فیلم برداری رو جمع کنیم و کلمو میکندم فکر کنم. واقعا. خب ببین تو هم اینفلوئنسری هم میکاپ آرتیست، اوکی؟ به نظر تو کدومش آینده دارتره؟ این برمیگرده به یه داستان چند سال پیش. من خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که کلاً کار اینفلوئنسری رو شروع کنم، ولی زمانی که میکاپ آرتیست هستی برای بهتر دیده شدن کارات یه مقدار مجبور هستی که کارهای اینفلوئنسری و بلاگری هم انجام بدی و یه جورای الان به نظر من واقعا جفتش مکمل هم دیگه است. من خودم خیلی وقتا سعی میکنم که بیشتر اون حالا جوری که پرزنت میکنم خودم و توی صفحای مجازیم اینجوری باشه که بیشتر حالت میکاپ آرتیست داشته باشه، ولی خب اون ساید اینفلوئنسری من واقعا حفظ میکنم و این جفتش به نظرم در کنار هم الان دیگه خیلی مهمه، چون واقعا میکاپ آرتیستایی میبینم که خیلی کاراشون خفنه ولی چون یه ذره تو اون حوزه بلاگری و اینفلوئنسری نرفتن مثلا خیلی وقتا از پیجاشون اصلا هیچ بازدیدی نشده و کاراشون واقعا دیده نشده و فکر می‌کنم این جفتش واقعا مکمل هم دیگه است. آره دقیقاً همینطوره. یعنی اتفاقا من پیروز یه ویدیو برای چنل بیوتیم ساخته بودم راجع به همین صحبت کردم. اونجا گفتم که قبلا اینطوری بود که تو اگر یه میکاپ آرتیست خوب بودی
میتونستی کم کم دهن به دهن آروم آروم پیشرفت داشته باشی، مشتریای خودتو بگیری. ولی الان انقدر که سرمایه گذاری‌های بزرگی میشه روی سوشال مدیا و تبلیغات، واقعا تو اگر که نخوای و نتونی خودتو یه جوری بالاخره پرزنت کنی میمونی، هر چقدر کارت خوب باشه واقعا میمونی. یعنی این که میگی مکمله، واقعا مکمله. همه شغل یه جوری اینجوری شده. آره همه شغل واقعا. مکانیک داریم میبینیم، خب یا مثلا پیجش نگاه میکنید 200 تا 300 تا 400 تا فالوور داره، یا لوله‌کش، راننده. آره. خب یعنی انقدر این فضا به نظر من بزرگ شده. خب هر کسی که هر کسی که به نظر من الان میخواد یه پیشرفت چشمگیری داشته باشه، اگه بتونه این فضا استفاده کنه، خیلی میتونه راحت‌تر در واقع مسیرشو ببره جلو به درآمد و حالا هر چی که میخواد برسه. دقیقاً همینطوره. آره دقیقاً من موافقم. هر شغلی که داری دیگه الان نیاز داری یه جایی بالاخره خودتو پرزنت کنی و اینا از کجا میخوان چه جوری تو رو پیدا کنن. حالا من یه سوال خیلی مهم دارم، شاید حالا کسایی که شاید که قطعاً دارن اینو میبینن براشون سوال باشه. چقدر طول کشید که اصلا تو تونستی از این شغل درآمدی کسب کنی؟ چون خب یه شغلیه که اوایلش هی درجا میزنی، هی باید تبلیغ کنی این ور اون ور بری، حتی یه مدت طولانیش هم مجبور بشی که مثلا یا دستیار باشی یا بدون هزینه کار کنی. برای تو این نقطه چقدر طول کشید که ازش رد بشی؟ دقیقاً 6 ماه. 6 ماه خیلی کمه. 6 ماه. آره. خب چجوری من شد؟ یه بودجه‌ای داشتم خودم و اون بودجه رو به اضافه بودجه‌ای که بابام بهم داده بود یه مقدار از بابام گرفتم و اومدم دقیقاً دبی، اومدم توی سفورا خرید کردم، برگشتم خونه. یه رینگ لایت هم خریدم. همونو برگشتم خونه، شروع کردم به ویدیو میکاپ گذاشتن و در موردش توضیح دادن. همونجا استارت خورد و تقریبا 6 ماه بعدش از چند تا سالن پیشنهاد داشتم، ولی همشون اینجوری بودن که برای دستیار بودن. آره، نه که خودم مثلا درصدی اینا هم حتی نه، دستیار. یعنی بهم میگفتن مثلا 2-3 ماه بیا مثلا ببینیم کارات چجوریه، بعد اگه اوکی بودی مثلا درصدی با هم دیگه همکاری میکنیم. که من رفتم و خیلی خوب بود و خیلی هم بد بود ولی تجربه جالبی بود در کل دیگه. از همونجا شروع میشه به نظرم. خب پس اول دستیار یعنی بودی. آره. اون دستیاریه چقدر طول کشید؟ اون دستیاریه خیلی واقعیتش طول نکشید، چون اون سالونی که بودم خیلی سالن محبوبی بود توی شیراز و خیلی آدم اونجا رفت آمد داشتن. یه چیزی که حالا باید بدونین، من به نظرم واقعا موقعیت جغرافیایی و ارتباطات آدما خیلی مهمه. من توی شیراز انقدر دوست و رفیق دارم که واقعا یه بخش خیلی زیادی از این که تونستم شاید زود خیلی مثلا صدام یا مثلا کارم دیده بشه و واقعا به گوش بقیه برسه، این بود که خیلی کانکشن داشتم، خیلی آشنا داشتم خیلی و این قضیه آره یه حول محکمی دقیقاً به من داد. ببین من حرف تو کاملا قبول میکنم. این حرفی که دارم میزنم چون همسر خودم دقیقاً این کارو کرده دارم میگم. گیسو هم خب یه تایمی تو سالن دستیار بود و شد میکاپ آرتیست اون سالن و حالا رفت جلو. به نظر من قبل از اینکه تو ارتباطاتو بخوای داشته باشی، خب اون تصمیمی که تو خودت گرفتی که آقا اوکی من میرم دستیار وای میسم، تلاش میکنم، کوشش میکنم، حالا اونا میتونه مزید بر علت باشه. ولی اینکه این جسارت رو داشته باشی بری و به ذهنیتت این باشه که آقا من اصلا حقوق نمیخوام، صرفا اومدم کار یاد بگیرم، خیلی خوبه. و اون بودجه هم که تو داری میگی این مالا چند سال پیش بوده؟ الان میشه 7 سال. 7 سال پیش. یه مثلا دختر میشه بوده 20 ساله دیگه. آره. خب با اون پول میتونسته خیلی کارهای دیگه بکنه، لباس بخره، مسافرت بره، نمیدونم طلا بخره، هر کاری. ولی تو ترجیح دادی که بری وسایل کار بخری. یعنی اینم خیلی قابل تقدیره. من از 15 سالگیم کار میکردم کلا. آفرین. آره. و از همون موقع هم کارآموزی میکردم. مدرسه‌ام تموم میشد، میرفتم کارآموزی، تو دفتر معماری کار میکردم چون خودم معماری میخوندم. بعدش هم ادمین بودم. بعد یه سری کارهای تبلیغاتی واسه پیجای دیگه انجام میدادم. یعنی اینجوری هی رفته. یعنی قشنگ از صفر شروع کرد، بیسیکال شروع کردی اومدی بالا. آره. من همیشه میخواستم کلا کار کنم. همیشه. ببین من واقعا وقتی یه دختری رو میبینم که اینطوری، خب
تو از بالاخره میشه گفت بیسیک دیگه، میگی که اوکی کارآموزی رفتم، دستیار بودم، این میشه از صفر شروع کردن دیگه. واقعا وقتی دختری رو میبینم که از صفر شروع کرده و به پیشرفت بزرگی رسیده خیلی افتخار میکنم، چون خیلی قشنگه. چون واقعا خیلی به قول نوید خیلی کارهای دیگه تو میتونستی توی این تایم بکنی، ولی اینکه رو خودت، رو تخصصت سرمایه گذاری کردی و الان داره نتیجه میده، خیلی قشنگه. آره خیلی قشنگه. حالا که انقدر تو دختر خوب، گل، خونگرم، شیرازی خونگرم هستی، سوال جنجالی داره میاد. اصلا جنجالی نیست. من فقط یه چیز کوچیک میخوام ازت بپرسم. یه چیزی که تا حالا به کسی نگفتی، کسی راجبت نمیدونه، الان بیا به بچه‌مو بگو. رو کاراست. در مورد چی مثلا؟ یه تاپیک بهم بدید. آها، شخصی. الکی چیزی نگی، از خودت واقعا بگو. ما تشخیص میدیم. ما دوتا آدم باهوش و کلی آدم خیلی باهوش هم اونورن. بله دارم فکر میکنم که در مورد چه چیزایی میتونم بگم، چون من معمولا در مورد زندگی شخصی اصلا شیر نمیکنم تو مدیا، ولی تو یوتیوب میذارم. خب اینم که یوتیوبه بعد آره واسه همین که اینجا راحت ترم دقیقاً. ولی دقیقاً چی دوست دارید بدونید؟ من بگید. من چی دوست دارم بدونم؟ من راجع به لاو لایف دوست دارم بدونم. بچه من 2 سال سینگل و سینگلی رو اصلا بلد نیستم. خیلی ترسناک. 2 سال یاد نگرفتی؟ خیلی ترسناک سینگلی توی دبی. تو دبی خیلی ترسناکه برای من، خیلی وحشتناکه. یعنی تو ایران ترسناک نیست؟ نه نه به نظرم نه. تو ایران ببین همیشه مثلا مامانم میگفتن فرهنگ خیلی مهمه. من الان واقعا به این قضیه رسیدم و الان اینجوری هم که مثلا میگم من اینجا با یه کسی آشنا شدم، رفتم باهاش صحبت کردم، اصلا نمیفهمم که آدم کجا بوده، کجا بزرگ شده، اینا که داره میگه درسته نیست، دروغه. بعدن 2 سال دیگه قاتل سریالی هر چیزی اصلا راجع به کارش داره درست میگه یا نه، چه میدونم به قول خودشون مثلا تو کشور اولشون زن و بچه داره یا نه. یعنی من هیچ اطلاعاتی از این آدم نمیتونم داشته باشم. توی ایران مثلا میگن خب طرف مثلا بندر بزرگ شده، خب یه مثلا ذهنیتی از اون توی چی میگن، حالا یه چیزی پس ذهن آدم هست که مثلا اطلاعات داشته باشی ازش، یا میگن مثلا رشت بوده، خوشگذرونه فلان باحال اینا، خوبه دیگه. ولی اینجا من هیچ چیزی واقعا در مورد اون آدم نمیدونم و خیلی سینگل بدیم. سینگل بدیه خیلی. چرا؟ شاید اخلاق نداری. به خدا من خیلی اخلاق دارم ولی داره خوشت میاد. من دختر خوبی هستم. ولی یه چیزی هم که میخوای بگو دیگه، اینجا دیگه جمع خودمون. آره. شاید یه چیزی که هست، من کلا پسرها رو خیلی فرند زون میکنم. اینو جدیداً متوجه شدم. یعنی انقدر عین کاکاش به قول شیرازی رفتار میکنم که واقعا اون منو احساس میکنم مثلا واقعا در قالب 100 یه دوست میبینم و منم سریع اونو در قالب یه دوست میبینم. شاید یکی از دلایلش این باشه. اینو جدیداً فهمیدم. ببین گیسو، اگه تا 2 ماه دیگه از سینگلی در نیامدی، کاندیدش میکنین برای فصل 2 عشق ابدی. عشق ابدی رو نگاه میکنی؟ من اومدم یه اپیزود ببینم، الان همه شد. هممون به دردم مبتلاییم. چرا این بلا رو سر ما آوردید آخه؟ خب خوبه که چیز نمیگی، دروغ نمیگی، چون خیلی دارن میبینن ولی خیلی سخت دارن انکار میکنن. من همه کلا ریالیتی شوهایی که اینجوری دیتینگ رو حتما نگاه میکردم. من مثلا بچلر فکر کنم 20 سال پخش میشه، من همشو نگاه میکنم. لاو آیلند رو نگاه میکنم یا مثلا تو هات تو هندل رو نگاه میکنم. خیلی جالبه. الان 2 سال سینگلی. نه دیگه اونا دیگه باید تاثیر منفی گذاشتن. تاثیر منفی به خدا. میدونی بچه فرند زون میکنه دیگه. یه دلیل دیگه داره. دلیل اصلیش اینه که من 11 سال تو رابطه بودم و بعد از 11 سال مثلا کات کردم. احساس میکنم شاید مثلا دنبال یه همچون
رابطه‌ای هستم و دیگه الان پیدا نمی‌کنم. مثلا کسی که هم دوست صمیمیم باشه هم پارتنرم باشه. احساس میکنم الان خیلی سخته به این قضیه رسیدن. حالا الان چون دیگه نمیخوام خیلی دیتیل وار به این قضیه نگاه کنیم، تو اپیزود بعدی میکشیم بیرون اینا رو ازت. چرا چیکار کردی؟ ببین یعنی همه رو باید به جواب بدیم. اپیزود بعدی راجع به تاپیکش یعنی چیزه لاو لایف روژان. خیلی جذابه، خیلی باحال میشه. اصلا کاش از اول سوالا رو آره اصلا ما چرا سوالای میکاپ آرتیستی داریم از تو میپرسیم؟ بابا خب نوبت من ازم سوالمو بپرسم. خب آخه سوالمو جواب داد. من سوالایی که آماده کرده بودم و هی لابلاش جواب دادی. می‌خواستم بپرسم از بین سلبریتی‌هایی که کار کردی کی از همه خوش اخلاق‌تر و خاکی‌تر بوده که یه جورایی بهرام رادان جواب دادی. میرم سوال بعدیم، اشکال نداره. اگه برگردوننت عقب، خب دوباره همین کار رو شروع میکنی، ادامه میدی از همه نظرها، از نظر تایمی که باید بذاری، هزینه‌ای که کردی، سودی که الان میتونی ازش بگیری، یا نه مثلا میرفتی یه کار دیگه رو اصلا ادامه میدادی؟ نه اصلا فکر نکنم. مسیرمو عوض میکردم. خیلی کارمو دوست دارم. آره خیلی خیلی. و احساس میکنم که راه خیلی طولانی دارم، ولی اون راهه احساس میکنم که خیلی بزرگتر از اون چیزیه که حتی بهش فکر میکنم. یعنی خیلی حس خوبی دارم. منم همین فکر رو میکنم. حس فیک نمیگیرم ازش متاسفانه. حس میکنم که داری راستشو میگی. نه؟ آره. یه چیزی که راجع به روژان هسته، شما از همون اول خیلی باهاش احساس نزدیکی میکنین، به خاطر اینکه روژان خیلی خودشه. یعنی اصلا کوچکترین مثلا بخواد یکم اینوری باشه یا یه درصدی مثلا، نه ببین خودش باشه یه بد، نه خودش باشه یه خوب. یعنی که خیلی صاف و ساده، از اوناییه که میتونی باهاش یه دوستی واقعا عمیق راحت داشته باشه. آدم سیفیه به نظرم. آره فرندلی تو. فرندلی آره. این به خاطر اینکه خب خودتونم آخه فرندلی هستین، وگرنه من کلا میگم یعنی واقعا آدم اجتماعی هستم ولی با همه دوست نمیشم. آره ببین این که ما خیلی خوبیم خب که اصلا شکی توش نیستش. یه همه عالم آدم میدونن ما خیلی خوبیم. بله یه هی من نباید اینو تکرار کنم. تو هم بد نیستی. حالا دیگه چی کار کنیم روژان، دیگه با تو دوست شدیم. حالا جلو دوربین باید هی تعریف کنیم از هم دیگه چی کار کنیم؟ میگن تعریفی رو باید تعریف کرد دیگه. خب حالا تو 2 سال پیش از ایران کلن اومدی دبی، درسته؟ آره. ترسیده بودی یا هیجان داشتی؟ خیلی هیجان داشتم. اولش که البته قبل از اینکه بیام خیلی حسای بدی داشتم. حس عذاب وجدان خیلی داشتم واقعیتش، که دارم مثلا حالا از اونجا میام بیرون و مثلا ترسم داشتم دیگه، شاید مثلا بقیه رو نبینم یا حالا هر چیزی که هر آدمی مواجهت میکنه حس میکنه. ولی به محض اینکه رسیدم اینجا خیلی هیجان داشتم دیگه. یعنی بعد از اینکه موو کردی کامل تا رسیدم اصلا تو هواپیما اینجوری بودم که آره. آخه الان بابت این انتخابی که کردی، هم از لحاظ زندگی تو کلا شخصی هم از لحاظ کاریت راضی هستی یا نه؟ اینجوری که هنوز نمیدونم کار درست بوده یا نه. من خیلی راضیم. خیلی راضیم، ولی قطعاً به موو کردن از اینجا هم فکر میکنم. ولی قطعاً برمم باز برمیگردم. یعنی احتمالاً مگر اینکه بخوام برای پاسپورت برم یه جای دوباره، ولی برمیگردم قطعاً. کجا مثلا خودتو کجای دیگه دنیا میبینی؟ اگر بخوام برم واقعیتش این که توی کشورهای اسکاندیناوی خیلی دوست دارم برم ببینم و اونجاها، ولی خب میدونم پاسپورتش سخت به ما نمیدونم. فکر میکنم شاید واسه ماها که توی مدیا کار میکنیم اول و آخرش هممون باید یه توکه پا بریم آمریکا و برگردیم. آمریکا آره تهش. آخه ته فرصت‌های شغلی برای کار ما واقعا اونجاه. یعنی همه برندهای بزرگ، همه ایونت‌های بزرگ، همه فرصت‌های بزرگ برای شغل ما به نظرم همونجاست در نهایت. حالا خودت می‌دونی. میتونیم برات آرزو اینو بکنم که هر چیز زودتر ببینیمت دیگه. تو رد کارپت بعد ببینیمش روژانو، یا جای دیگه میتونیم ببینیمش. متگالایی چیزی.
متگالای چیزی دیگه باید ببینیم رو ان شاءالله که ببینیم. دوست دارم. کنو اینا نه دیگه. نه متگالا برم میکاپ کنم، میکاپ های خفن کنم. وای خیلی آره خوشم میاد. خیلی خوشم. ولی من اگه رفتم متگالا نمیذارم تو منو میکاپ کنی. چرا؟ چون اکلیل پکلیل میکنم، من اعصاب ندارم، من اعصاب اکلیل پکلیل. اون خاکی ترین سلبریتی که گفتی نویدو برعکس همیشه اکلیلو میکوبه تو صورت. دیگه به هر حال هر کسی یه جوری برخورد میکنه، اشکال نداره، با چسب میافتم به جونتون. نه نوید واقعا سرد و خوش اخلاق. خدای آره خیلی خیلی واقعا مشخص. واقعا نیستش. اکلیلو کاری نداره. نه بپاش دیگه، رفیقمونه دیگه، رفیق اکلیل نکنه کی بکنه؟ آخه متگالا هم اینجوریه که هرچی هم خراب کنی میتونی بگی که جزئی از کانسپت. آره واقعا آره. واقعا میتونی مثلا تو بگی این کانسپت، مثلا این اکلیلی که من پاشیدم مثلا طلوع خورشید بود. تاچ مخصوص مثلا آره میکاپ تاچ آخر سیگنیچر مخصوص میکاپ آرتیست بود. میتونی راجع به متگالا میتونیم این کارو بکنیم. نوبت تو ازش سوال بپرسی. من یه سوال چالش میخوام ازش بپرسم، نمیدونم آمادگی شده آره یا نه. من چالشم شروع نشدم. من چون آخه من بهش گفتم اوکی من از سوالای چالشی بپرسم، گفت من اوکی ام. حالا من نمیدونم اگه جواب نده چیکارش باید بکنیم. من یه چیز دارم توی یخچال، یه دونه سس تند فلفلی هندی دارم. خب اگه مثلا یه قطره میریزی همه چیو سوراخ میکنه میره پایین. اگه جواب ندی متاسفانه تو میارم باید بخوریم. عالیه بی‌نظیر. نوید آخه الان تو با مهمون اول اینجوری برخورد میکنی، بعد مهمونای بعدی دیگه اصلا میترسن بیان تو این پادکست. حداقل به آمادگی میان، میدونن که باید چیکار بکنن. درست. اوکی پس من میپرسم. آره کدوم اینفلوئنسر یا بلاگره که ازش انقدر بدت میاد که دوست داری کلن از اینستاگرام و سوشال مدیا کلن حذفش کنی؟ اسم ببرم؟ میتونی ببری ببر. I don't care. خیلی قوی. چی گفتی شیرازی ها میگن لاتی؟ آره. خیلی لاتی اومده. برام مهم نیست. بگو تیرو بریزیم. شیما کاتوزیان. واردش بخوام بشم تا صبح میتونم صحبت کنم در موردش واقعا. یه روز دیگه خب بیا اینجا یه روز دیگه بیا اینجا راجع به چند تا اینفلوئنسر و بلاگر میخوام صحبت کنم، نظرتو بدونم. عالی. نه؟ آره 2 تا بلاگر یا اینفلوئنسر انتخاب کن که مجبوری باهاشون بری یه سفر رویایی. یعنی میگن که آقا باید با 2 تا اینفلوئنسر یا بلاگر بری. خب اون 2 نفر کیه؟ میتونه دوستت باشه، میتونه کسی باشه که تو ذهنت، هر کسی، مثلا ایرانی البته باید باشه. خب مثلا خانم ایکس یا آقای ایگری که اصلا تو تا حالا ندیدیش ولی دوستش داری هم میتونه باشه. من قطعا دوستامو میبرم. دوستاشو میبرم. آره مرضیه و فرنازو میبرم واقعا. خیلی دوستشون دارم. مرضیه رو چقدر دوست داری؟ اگه چقدر بهت پول بدم با مرضیه کات میکنی؟ قطع تا آخر عمر. به خدا الان یه هفته که نه 3 هفته است رفتم مسافرت دارم دیوونه میشم. نه گوش کن جواب منو واضح بده. چقدر پول بگیری مرضیه رو روش خط کلا یا مثلا فقط یه تا آخر عمر؟ I love you babes but 10 میلیون دلار. چه زیاد 10 میلیون به خود الان 500,000 دلارم بدی کات میکنه. واسه 1 میلیون گیسو منو با چیز عوض میکنه. رویز نه دروغ میگم. نه تکذیب میکنم. اصلا اینجا چالش من نیست. اصلا چرا داری از من سوال میپرسی؟ راجع من برای چی حرف میزنی؟ نه خواستم یعنی خیلی 10 میلیون دلار رقم بالایی گفت. آره واقعا. یعنی با 1 میلیون دلار عوض نمی‌کنی؟ بچه‌ها 1 میلیون دلار خب باشه مرضیه. 1 میلیون دلار رو تبدیل کن عزیزم. میشه 87 میلیارد یا آره دیگه. برای همینم دلت تنگ میشه. یعنی الان 87 میلیارد 6 ماه دیگه شاید بشه 200 میلیارد. هر تومنش مهم نیست، درهمش مهم. خب اوکی پس 1 میلیون دلار نیست دیگه. نه بیشتر از 1 میلیون دلار خون نمیخواد پس بیاد بذار جیبت.
می‌خواستیم ای بابا ببین $1,000,000 از کفت رفت. نقد آماده کرده بودم با مرضیه برو پول کش. اشکال نداره، با هم کار میکنیم با مرضیه $1,000,000. ببین این دختر بسازیه. آره. این یه تست بود، نگاه کن. این با کسی که دوستش داره. شماره اکست من بده یه صحبت باش بکنم بگم اشتباه کردی پسر بریه. این از اینایی که میگه با هم درست میکنیم میسازیم کم کم اشکال نداره. آره من اینجوری هم واقعا. آره بپرس. تو بپرس بعدی رو. بازم سوال چالشیه پرسم ازت. آره خوب میپرسی، خوشم اومد. تا حالا عاشق شدی؟ فکر کنم جوابشو دادی ولی باز میپرسم. تا حالا عاشق شدی؟ آره. چند بار؟ فکر میکنم 3 بار. خب یکیش بزرگتر از بقیه‌اش بود. حالا ببین مثلا خب یه چیزی هست که آدم بهش میگه عشقی که توی بچگیه. آره. اون مثلا اولین باری که یه دختر احساس میکنه مثلا یه کسی رو دوست داره. یکی دیگه‌اش هست که خب خیلی چالشیه، خیلی عمیقه. یکی دیگه‌اش هم هست که دوباره میتونه همینجوری باشه. خب تعریف عشق چیه اصلا؟ اون چیز کلیتی که کلا فکر میکنم از عشق یه کوچولو ممکنه عجیب باشه. من اصلا کلا عشق رو تو دوست داشتن اینا نمیبینم به نظر. یعنی برخلاف اون کلمش اصلا توی اون دوست داشتنه نمیبینم. تو چی میبینی؟ توی یه کسی که همگام باهات باشه و بی قید و شرط کنارت باشه، این برای منش. خب بازم باید دوستت داشته باشی بی قید و شرط کنارت باشه. چون آخه ببین دوست داشتنه هیچ وقت کافی نیست. نه میتونه که اون اصلا کلا اون ساید دوست داشتنه ممکنه که از یه تایی اصلا از بین بره، ولی همه جوره کنارت باشه، این به نظر من یه عشق. آخه ممکنه یکم دوست داشته باشه ولی هم مسیرت نباشه یعنی. آره. آها یعنی تو میگی مثلا یه نفر اگه هم مسیرم باشه برات ارزشمندتره تا یه نفر فقط دوستت داشته باشه. 100%. آره دیگه میشه. مثلا الان من تو رو دوست دارم ولی هدفمون یکی نیست، طرز فکرمون یکی نیست. چرا هدفمون یکی نیست؟ نه. هدفمون اینه که حال روشانو بگیریم. یه هدف هم چی داریم نیست. گفتم مثلا نگفتم نیست که. تو خیلی این اینترویو رو اصلا خیلی جدی گرفتی و جدی چرا فکر می‌کنی شوخیه؟ میخوای حتما اون حبله رو داشته باشی. یه دونه چالشی خوب ازش گرفتم. بگو. نه گرفتم. گرفتی آره. یه چالشی دیگه میتونی ازش دارم تو ادامه. تو اگه سوالی داری بپرس. من سوالام خیلی نایسه. الان دیگه اصلا حس کردم که سوالای من لوسه در برابر سوالایی که تو میپرسی. خشن بپرس ازش. من خیلی نایس طراحی کردم، حس کردم اصلا گناه داره و اینا. نه الان میبینی که اصلا گناه. نه من گناه ندارم. نمیدونستم که میخواد بیاد اینجا همه رو جواب بده، وگرنه چیز میکردم. من اصلا الان ببین من چه سوالی، من بیچاره، من طفلکی گفتم مثلا به قبلا به 18 سالگیت الان اگه میخواستی برگردی چه نصیحتی میکنی؟ این سوالای منه. این وضعیت سوالای من. آره این سوال خیلی خوبیه اتفاقا. استمرار داشته باشم، چون من بعضی وقتا خیلی شل کن سف کن میکنم توی کارم. یعنی یه تایمای خیلی یهویی وارد اون کارم میشم، بعد دوباره چند مدت فاصله میگیرم، دوباره خیلی جدی. فکر میکنم که بعد هی به خودم یادآوری کنم. هنوزم همینطوره که تو کارم استمرار بیشتری داشته باشم واقعا. یعنی این از 18 سالگیم تا الان هی دارم به خودم روش کار کردی؟ آره روش کار کردم. یکی از بهترین کارهایی که کلا باعث میشه که روش بیشتر تمرکز کنم نوشتنه. اینه که هی کارامو بنویسم، این اون استمراره اوکی میشه، ولی بعضی وقتا واقعا حوصله‌ام نمیشه خدایا. اصلا دفتر هم باز نمیکنم یهو چند روز. میفهمم. آره. خب حالا که اینو گفتی یه سوال دیگه ازت بپرسم. تا حالا شده به یکی از شاگردات حسودی کنی بعدا که مثلا بگی لعنت این چقدر با استعداده، از من قشنگتر مثلا داره گیری میکنه، میکاپ میکنه، ولی نتونی به خودش، یعنی از تو داری آتیش میگیری، حسودی داری میکنی ولی مثلا به خودش هم نمیگی؟ پیش اومده سر یکی از کلاس‌های فشنم، چون کلا کلاس فشن چون کار گروهیه، بعد ایده ها زیاده دیگه، یعنی هر کسی دید خودشو داره، از هر چیز مثلا متفاوتی میتونه ایده بگیره. یه هنرجو داشتم که خیلی دیدش باز بود و واقعا بچه خیلی خفنی بود. الان ایتالیاست،
آره میکاپ آرتیست، خیلی آدم خفنی بود، ولی اینجوری نبود که مثلا بهش آتیش بگیرم، نه، ولی از ذوق میمردم وقتی نگاه بهش میگفتی من چقدر دارم از ذوق میمیرم برات. من این جلسه دومی که اومد بهش گفتم که تو برای چی من کلاس بعد گفتش میخواستم دیدم بیشتر باز بشه، گفتم من احساس میکنم که تو باید بیشتر دیده من باز کنی. اصلا از کوچکترین چیزا مثلا همین دستمال ایده میگرفت برای میکاپ. خیلی آدم خفنی بود. آفرین مثل من بوده. حالا من الان سوال برام پیش اومد، کلا آدم حسودی هستی؟ یعنی حسادت میکنی زیاد؟ آخه حسودی مثلا تو چه جوری، یعنی به چی میگی؟ حالا هر کی آخه به یه چیزی حسودی میکنه، مثلا یکی به پارتنر یکی حسودی میکنه، یکی به موفقیت یکی حسودی میکنه. ببین مثلا این که دلم بخواد آره یه چیزی رو داشته باشم، آره خب، ولی این که بمیرم چون اینو داره، نه واقعا نه. ولی چرا دلم میکشه، خب به هر حال مثلا چه میدونم یه ماشین خوب میبینم یا خونه خوب میبینم، پارتنر خوب میبینم یا یه آدم موفقی میبینم، آره دلم میکشه مثلا مثل اون بشم. ولی این که بخوام نه خفش یعنی اونجوری نیستی که خیلی دیگه نه. بشینی مثلا اون روز داون بشی که وای مثلا اون داره چرا من نه اونجوری نیستم. اونجوری نیستی. کلا خیلی چیلکس تر از این حرف. خب ببینم حالا یه چیز دیگه تو ذهنت اگه الان بگن که آقا یه نفر رو میتونی تو کل کره زمین خب انتخاب بکنی، اصلا کاری به سلبریتی و غیر سر هر کسی میتونه باشه که تو آرزوته که میکاپش کنی، کیه؟ یه نفر، یه دونه مرد بگو یه دونه زن بگو. آره چرا هنگ کردی؟ من خیلی فکر کنم قرار نیست باشون ازدواج بکنی انقدر ایراجش کنی، فقط میکاپشون بکنی. دارم به میزان این که پشت پریکشون چقدر یا چقدر میشه رو صورتش مانور داد دارم فکر میکنم. اگه فقط کراشی سلبریتی بخوام بگم، دیوید بکام، لوئیس همیلتون، مثلا بچهای فرمول 1، این چیزا اینجوری. ولی اگر اینکه واقعا میکاپ بخوام مثلا بکنم، نمیدونم، اصلا دختر نه پسر گفتی. آره دختر آخه خیلی هست، خیلی آدم خفن داری، مثلا جنیفر لانس به نظرم صورتش خیلی باحاله، یا کیت بلانشت، نمیدونم نیکول کیدمن، یعنی خیلی آدمای خفن قشنگی داریم. احساس میکنم اصلا نمیتونم انتخاب کنم. آره واقعا نمیتونم. نه چیز دلی بگو، مثلا من دلی خب مثلا تو مردا براد پیت و دیوید بکامو خیلی دوستشون دارم، خب عشقی خیلی دوستشون دارم. اینجوری بگو دلی کیو دوست داری میکاپ کنی؟ دلی به پشت پلکشون توجه نکن. دیوید بکام و دوالیپا. دوالیپا چرا شیرازی‌ها همشون شیرازی‌ها؟ آقا ما یه لیستی داریم اونم شیرازیه. خب عاشق دوالیپا. اسمش هم نمیگم شاهینم نمیگم شاهین اسمش، ولی عاشق دوالیپاست. خیلی سکسیه واقعا، دختر سکسی واقعا. چرا شیرازی‌ها سلیقه‌شون دوالیپاست؟ نه اینکه دوالیپا بد باشه. آره چقدر نقطه مشترک داره. آره اینکه تایپشون همه دوالیپاست خیلی چیز عجیبیه. I know why. تو چیه؟ تو میشه بگی؟ آره ببین کلا آدمای خوشگذرون و شیطون و یه ذره سکسی و جذاب اینا رو میپسندن، دلیلش اینه. و دوالیپا ترکیبی از همه ایناست. کلا شیرازی‌ها خیلی قرتی و خوشگذرون و زندگی رو راحت بگیر و اینجوری نه؟ زندگی راحت شاید نگیرن، ولی خیلی هم مثلا بیرون بهش مثلا نمیپردازن. چجوری بگم، یعنی هی در موردش صحبت نمیکنن یا مثلا در موردش خیلی توضیح نمیدن. سعی میکنن که خیلی از اون لحظه لذت ببرن، ولی خیلی خوشگذرونن. ببین من و گیسو خب 2 شب رفتیم شیراز، 3 شبش باغو بودیم، یعنی ما رو بردن باغ و همون کاری که تو خونه میشد انجام داد تو باغ ما داشتیم انجام میدن.
گفتم خب چرا باید مثلا 2 ساعت راه بریم خارج از شهر توی باغ مثلا، حالا مثلا بشینیم یه جوجه‌ای بخوریم، حالا مثلا دور هم حالا بگیم بخریم، خب همه خود تو خونه انجام میدادیم. گفتن نامو باید بریم باغو. باغو نه، اون رو اشتباه تو داری استفاده می‌کنی. چی میگم؟ باغ خالی میگه یا باغو میگید؟ من باغ. اون ولی آمو رو میگم. آره آمو بریم باغ. خب آمو. آره واقعا شیرازی‌ها تنبلن یا حرف درست کردن براتون؟ به نظرم خیلی ریلکس ترن نسبت به بقیه جاها، ولی چرا ممکنه نمیدونم. آره شاید آخه مثل اینکه مغازه ها رو 1 تا 5 12 تا 5 چی تعطیل میکنن میرن. آره آخه گرم. خب سوال قبلش آخه هفته بعدم من رفتم تعطیل کردن، گفتن که دیگه میخوام بریم شب خونه. گفتم یعنی کلا 1 ساعت بازی. گفت بس دیگه. چهارشنبه پنجشنبه رفتی؟ یادم نیست. آخر هفته خیلی اینجوریان، ولی راست میگن. آره بنظرم به خاطر اینکه مثلا نسبت به تهران، مثلا تهران 12 همه جا صبحونه تموم بود. مثلا ما شیراز یه جاهایی داریم که کل روز صبحونه میده. یعنی آره واقعا. بعد شاید یکی بخواد ساعت 4 بعد از اون صبحونه بخوره. تا 2 که 100 هست، تا 200% هست. نه خیلی نرماله احساس. خیلی نرماله. ما غیر نرمال نیست. چون 4 بعد از ظهر صبحانه است. اصلا 4 بعد از ظهر باید پاش صبحونه بخوره. دیگه کی پا میشه ناهار بخوره 4 بعد از ظهر؟ دمتون گرم به خدا. خیلی خوبه، خیلی ریلکسی خوبه. ولی تازه من یه بار، این یه خاطره واقعا واقعیه، شیراز رفتم تاکسی بگیریم، با گیسو دیرمون شده بود، یه مهمونی دعوت بودیم، حالا دیتیلش نمیخوام بگم. مثلا فکر کن اینجا مثلا گرفتیم می‌خواستیم مثلا 6 تا 4 اونورتر پیاده بشیم. مثلا طرف گفتش که به طور مثلا 100,000 تومان. من گفتم که آقا من خیلی عجله دارم، خب 200,000 تومان میدم فقط ما رو ببر. بعد کجا میخوای بری؟ گفتم مثلا فلان جا. گفت اونجا ترافیک. من نمیرم. گفتم من 2 برابر. نه گفت نه اصلا پولش مت ترافیکه. گفتم 3 برابر میدم. گفت اصلا ما کار داریم میخوام بریم. رفت و ما رو نبرد. یعنی با 3 برابر کرایه ما رو نبردش. ببین یعنی به هیچ قیمتی حاضر نبود آرامششو بفروشه و بره تو ترافیک. هیچ قیمتی. تایید میکنم. تقریبا بیشتر شیرازی‌ها اینجوری هستن. آره واقعا خیلی جالب بود. صمیمی‌ترین دوستی که داری کیه؟ خیلی صمیمی. تورگی هانیه یکی از دوستامه. دبیه؟ نه فرانسه است. الان 2 سال از هم دیگه جدا شدیم. آره الان اون رفته فرانسه، من اومدم اینجا. البته پارسال یه 15 روزی پیش هم دیگه بودیم. ولی قبول داری جدا شدن از دوست صمیمی اینطوری که مثلا بری یه کشور دیگه اون بری کشور دیگه یه جوری واقعا عین کات کردن با پارتنرت میمونه؟ به نظرم حتی سخته. احساس می‌کنم خیلی سخته. آره خیلی یعنی خورد شدن عاطفی بدی داره واقعا. آره واقعا خیلی سخته. خیلی عجیبه. من کلا شاید تو دنیا 4 تا دوست صمیمی داشته باشم. بقیه دوستای خوبم یا دوستام هستن یا آشنا. یعنی این کاتگوری هستش که چیز میکنم، جدا میکنم. و از اون 4 نفر فقط 1 نفرشون اینجاست که اونم مرزی است. عزیزم مرزی هم که فروختی. مرزی جان 10 میلیون دلار معامله شدی عزیزم. تمام. مطمئنم اگه 10 میلیون دلار باشه و نگم خودش با هم کار می‌کنه. یعنی مطمئنم. دبی یا شیراز؟ آخ خیلی سخت. من ولی فکر کنم جوابتو میدونم. ببین آدمای شیراز دبی. اون مدل خوشگذرونیا که شیراز هست اینجا هم هست آخه. خب ولی آدمای شیراز دبی. اگه اینجوری بود که خیلی خوب میشد. خیلی عالی بودش. البته که اینجا دبی شعبه دوم شیرازیاست. یعنی ما اینجا به هر کی برخورد میکنیم شیرازی داره عذاب در. آره واقعا خیلی زیاد. روژان جون مرسی.
مرسی از شما. خیلی خوشحال شدم دیدمت، خیلی وقت بود ندیده بودمت. مرسی اومدی پادکست ما. واسه آرزوی چیزای خیلی خیلی خوب میکنم و امیدوارم تو اپیزودهای بعدی هم سر چیزای مختلف باز بشینیم با هم دیگه گپ و گفت بزنیم. حتما. خیلی خیلی دوست دارم. واقعا امروز خیلی به من خوش گذشت. روژا من خیلی خوشحالم که اومدی و خیلی خوشحالم که به عنوان یه دوست توی زندگیم دارمت، چون هم از لحاظ شخصیتی واقعا آدم خفنی هستی، جلو دوربین نمیگم، همیشه گفتم، یعنی افتخار میکنم بهت. هم از لحاظ کاری که اصلا دیگه هر روز بیشتر از دیروز داری میترکونی و واقعا من انتظار دارم تو 1-2 سال دیگه تو متگالا ببینمت، یعنی تو نه کی پس اینجوری هم قشنگ. قربونت برم. من واقعا این حسی که داری 100% دو طرفه است، چون وایب خیلی خوبی بهم میدی. همیشه البته این وایب رو ازت میگرفتم، الان که دیگه بیشتر. و خیلی خوشحالم بچه‌ها، واقعا مرسی که دعوتم کردید، خیلی بهم خوش گذشت. سوالای جنجالی، غیر جنجالی، هر جفتش واقعا خیلی خوب، تجربه واقعا قشنگی بود. حالا ان شاءالله اپیزود 2 که لاو لایفته و 3 که غیبت راجع به بلاگر هستش. خودت آماده کن. آماده. خب از الان برو آماده کن خودت دیگه. خب من از همینجا از همه بچه‌ها خداحافظی میکنم. دوستتون دارم. ماچ به همتون. اپیزود بعد میبینمتون. ماچ.